پامیر دیلی نیوز یک پایگاه خبری مستقل که رویدادهای اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان را به طور خیلی فعالانه پیگیری میکند خبر داد که دسترسی به سامانه اینترنتیش پامیر دیلی کام در تاجیکستان پورا مسدود کرده شده است و از این رو از این به بعد این نشریه تمام خبرها و مقاله هایش را در شکل پورا در تلگرام کانالش نشر خواهد کرد. مقامات تاجیکستان تا حال رسما درباره خبر مسدود کردن دسترسی به سامانه پامیر دیلی کام اظهار نظر نکردند، ولی این خبر در حال به دست رسید که فراموز ارگاشف حقوقدان شناخته و رهبر گروه 44 که تظاهرگران خارق برای مذاکرات با مقامات و نظارت اجرای طلبهایشان انتخاب کردن گفت مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان و ساختارهای قدرتی در شرح سببهای تا حال برقرار نکردن دسترسی به اینترنت در این ولایت پاسخ دادند که وضع بسیار متشنج است. برای همین آنها عرض دارند که گروه‌های علیحده در اروپا با استفاده از این وضع مردم را به نزاع‌های نو تشویق می‌کنند. پامیر دیلی نیوز نام کارمندانش را آشکار نمی‌کند. این سامانه به ویژه در روزهای حوادث اخیر بدخشان با شرافت پیدا و نشر کردن خبر و ویدیوهای اختصاصی از جای حادثه نام برآورد. از جمله ویدیوی سخنرانی محمد باقرов یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان و ویدیوی لحظه بازداشت گلبدین زیوبکوف در روی پول دریای نوج در دهه 17 نویه روشقله را اولین شده پامیر دیلی نیوز نشر کرد. این پایگاه همچنین وقتی که برخی زادگان بدخشان در پس منظر حوادث اخیر شعارهای ضد تاجیکی و جدایی طلبی بلند کردند با نشر یک مراجعتنامه از همه زادگان بدخشان دعوت کرد که از گذاشتن چنین مسئله خودداری کنند. در شرحهای زیر مطلب‌هایمان ما سخنان نچندان مناسبی را نسبت به ملت تاجیک می‌بینیم. به خصوص از جانب ترول‌های گوناگون ما این را یک اغوای غیر مقبول می‌شماریم. در این روزهای سخت ما شاهد بودیم که صدها و شاید حتی هزاران نفر از برادران تاجیک ما برابر ما درد می‌کشیدند و از لحاظ معنوی ما را پشتیبانی می‌کردند. یگان کس نباید به اغوا را داده به خود حرف‌های تحقیرآمیز نسبت به هموطنان و برادران و خواهران ما اجازت بدهد. همه ما بخش‌های تقسیم نشونده وطن ما تاجیکستانیم. ما همه یک جا تاجیکستانیم. گفته میشد در مراجعتنامه. یادآور میشویم مرگ مرموز گلبدین زیوبکوف ساکن 29 ساله دهه 17 نویه روشقله بعد بازداشتش در سنه 25 نوامبر سبب آغاز اعتراض‌های شد که در خاروق 4 روز دوام کرد. مردم اول جسد او در روی دست در کوچه‌های خاروق راهپیمایی کردند و سپس در میدان نزد بنای حکومت ولایت جمع آمده به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ زیوبکوف را طلب کردند. در روزهای ناآرامی‌ها در بدخشان 3 ساکن این ولایت کشته و دست کم 15 تن دیگر زخمی شدند. اعتراضگران تنها شام 28 نوامبر وقت خانه به خانه پراکنده شدند که مقامات وعده تحقیق مشترک قضیه مرگ گلبدین زیوبکوف را دادند. به این مقصد یک گروه مخصوص عبارت از 20 نماینده نهادهای تفتیشاتی و 6 نماینده جامعه شهروندی نیز تشکیل شد. ولی با گذشت یک ماه در رابطه به مرگ زیوبکوف یگان کس دستگیر نشده است.